میگوی زعفرانی. من مریم هستم و میخوام این میگوی خوشمزه و لذیذ رو بهتون آموزش بدم. با من همراه باشید. میگوها رو با زعفرون، زردچوبه، نمک و فلفل مزه‌دار کردم و به مدت 1 ساعت توی یخچال استراحت دادم. پیازم رو خلالی خورد کردم و توی روغن تفت دادم، بهش زردچوبه، فلفل و کمی زعفرون زدم و همین که حالت کاراملی پیدا کرد از مایتابه خارجش کردم. میگوهای مزه‌دار شده رو توی همون روغن یکم تفت دادم و بهش ادویه زدم. من گرام ماسالا، پودر سیر، پودر انبه و کمی ادویه دودی زدم. نمک و فلفلش رو اندازه کردم و پیازداغ کاراملی و زرشی که از قبل تفت داده بودم اضافه کردم. یه مقدار گردوی خرد شده هم اضافه کردم که باعث میشه کولاک بشه طعمش. در ظرف رو بستم و اجازه دادم 5 دقیقه مزه ها به خورده میگو برن. این میگوی زعفرونی با پلو یکی از خوشمزه ترین طعم‌هایی میشه که هیچ وقت از خاطرتون نمیره. امیدوارم درست کنید و پیشا پیش نوش جان.